سلام علیکم دوستای بهتر از جان. کسانی که در کانال ما مهمان ابونه نشده باشن خواهش میکنم подписаться کنن، لایک بجکن. اینک یک ویدیو ابرشنی برای کسانی که می نویسن نگاتیو کامنتاریو. همین سوال برای همون آدمو، همین برای شما چی کیفیت داره؟ چی کیفیت داره که شما در کامنتاریو همین مردم حقارت می نویسین؟ حقارت بعضا حقارتایی که به ناموس همون مردکا میرسه شما. چی در کره؟ پدنالتی به عقل گاوی به فراستی در اغل تولد شده ایکون برومده بعد نشیده. اپای وای آدم، خواهری وای آدم، زنی وای آدم، مادری وای آدم، تو چی کارت کرده است که تو در کامنتاریا پدر مادر اپا و خواهری وای حقارت میکنی و اینکه زن شد. پدنالا چی تو در چی فایده میکنی تو ایمی؟ تو ممبری اویه که تو کامنتار نگاتیو نمینویسی، تو یک گپ بنویسی که مردم ای گپ تو حلاوت ببرن که تو رحمت بگن، با اویه که چند کسی دیگه میبینه این کامنتار اترا و زنی ترا حقارت میکنه، مادری ترا حقارت میکنه، اپا و خواهری ترا حقارت میکنه، تو یک نفر حقارت میکنه که 100 نفر دیگه ترا حقارت میکنه. پدنالا ناموس دک جوای ترا داری ناموس یا کنی؟ تو ناموسی چی داری آخی؟ پدنالا کمتر با تمکین شه. اینترنت مالی مردم است. میدونی که چند قدر زنکو، چند قدر کودکو، چند قدر مردمی با آبرو تماشا میکنه، تو چیزی به آبرو را با اون نویستگی ها. هر آدم در اینترنت در سایتش گپ خبری خود چه میزنه. تو اگر گپ داری خودت ویدیو که بگو با مردم پیشنهاد کن. وای در کامنتار یک آدم می نویسن تو باید این گپ نمیگفتی، این خیلی میگفتی، تو برای همین حقارت کرده، تو برای که این خیلی ویدیو کرده حقارت، برای یک ویدیوی پدنالتی باشه اگر همولی میزنی با تخته پشت ها ای خنده را سس میکنی خدا. گویا که خیلی گپی قهرمانی زده باشه همو، یا اینکه یگون گویم که کاری خیلی بزرگ انجام داده باشه. بعد دتا مسخره بود جمع میشه، بعد هرچی مردم حقارت میکنه. با خدا ایتانی همو آدمو کمونه قهر میکنه. یا کم ترک با فکر باشه، کم ترک یا خطونه با دست بگیره. همو حقارتایی که تو نوشتگی همه مردم، ما میتونم همو حقارتو را کنم. چی در کاران همی؟ چی فایده میکنی تو؟ هیچی فایده نمیکنی. 100 نفر دیگه ترا حقارت میکنه، اپا و خواهری ترا حقارت میکنه، در عطویت انا همو کامنتار نوشتگی تو. به همین خاطر خواهش میکنم نکنی همین کاراتونا. حقارت ننویسی مردم. همه کسا سیات سربلند خانه آباد باشه. подписаться کنی، لایک فراموش نکنی. خداوند همه تون نگهدار باشه در پناه خدا.